چی داری برای ناصر سلیمانیه طبقه؟ ترتیل کن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العلی العظیم. قرآنی خال تونستم بیام و مردم عزیز و مهربان سلیمانی عراق را از نزدیک ببینم و مردم عزیز سلیمانی عراق را خیلی به بنده لطف داشتن و با الله گفتنشون بنده رو خجالت دادم. من يا قرآن ها أنم المسلمين.